من میدونم که مادری تو رقص رو خیلی دوست میدارد، اما آدم ها نادرست فهمیدنشان ممکن. این پارچه از فیلم روزی مهنت است که امروزها کارمندان اداره تهیه و دوبلاژ فیلم های مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه اون را با زبان تاجیکی برمیگردانند. دوبلاژ فیلم ها آن همین گونه صورت میگیرد. نفری که به این یا آن قهرمان فیلم آواز میدهد صدا و سیمای آنها را دیده و شنیده این عمل را اجرا میکند. این همگی موسیقی است. به هر حال نباید دقت را به خود جلب کنه. باید گفت که دوبلاژ فیلم ها هم از وظیفه های اساسی تربیت فرهنگی تماشابینان به شمار می رود. در برابر برنامه های گوناگون تلویزیونی فیلم ها نیز به بیننده استراحت و فراغت می بخشند و با این واسطه زبان دولتی ترغیب و تشویق می گردد. به عباره دیگر وظیفه دوبلاژ تربیت زبانی است. از این رو مسئولین اداره دوبلاژ تلویزیونی سفینه فیلم هایی را برای دوبلاژ انتخاب می کنند که زمانی معاصر ثبت شده، مضمون بلند دارند و صاحب جایزه های بین المللی کینو هستند. میگوید رهبر اداره تهیه و دوبلاژ فیلم ها محمود جان علیزاده. فیلمی که انتخاب کرده می شود باید در تربیه نسل امروزی تاجیک سهم داشته توانند. از نگاه اخلاق، از نگاه رفتار، آداب. اگر همین خیلی فیلم باشد انتخاب موافق می افتد و بعد ما آن را به ترجمان می دهیم، ترجمان ترجمه می کند، بعد از آن تحریر می شود و بعد با انتخاب هنرمندان آن را ما دوبلاژ یعنی صدا می دهیم. به زودی هر دوی شما هم با بخوری و دویدن را سر می کنید. شما اونقدر دلفریبید. اگر من همسال شما می بودم البته مفتونتون می شدم. موفقیت یارو و هنرپیشه تئاتر و سینما را قریب که همگان می شناسند. این چهره شناخته در دوبلاژ فیلم ها نیز مهارت بلند دارد. در فیلم روزی مهنت او به همه نقش‌های زنانه آواز می دهد. جای زنی میان سال است و جای دخترچه مکتب خون. او میگوید زحمت ثبت آواز برای فیلم ها از نقش آفری در صحنه تئاتر و سینما کمی ندارد. زیرا هر نقشی را که این یا آن هنرمند دوبلاژ آواز میکند باید صدا و حالتش را به همان قهرمان مطابق و موافق گرداند تا بیننده آواز را محض از پرسنژ فیلم شنود. دوبلاژ خود نازکی خود را دارد. یعنی در اینجا باید هم آواز دیگرگونه باشد و وقتی که تو چند نقش ها رو آواز میتی اون آوازهای تو هم باید دیگر باشد. یعنی هست نازکی انا همین ثبت آواز علال خصوص برای ما بازیگران دشوار است و فکر میکنم حاضر بازیگرای ما هم خیلی در ثبت مهارت بلند دارند و این هم با دستگیری کارگردان های آواز، کارگردان هایی که پس اون اکران کار میکنند و وقتی که همکاری خیلی خوب است از این فیلمم ثبت فیلمم یعنی ثبت آواز فیلمم خوب میبرآید. همین است که مسئولین اداره تهیه و دوبلاژ فیلم های مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه برای آوازدهی به نقش ها اصلا هنرمندان کسبی را انتخاب میکنند. من فکر کردم این یکی از شرط های اساسی فیلم آفری است در ساحه دوبلاژ. اگر فرضاً هنرمند اکتور باطنش، تجربهش، دانشش، صدایش با همین چیزهایی که من گفتم از قهرمان موافقت نکند این نقش موفق نمی شود. یعنی اگر این نقش قهرمان را یگان هنرمند بسیار مشهور دنیا آفریده باشد که بسیار صدای با قوت داشته باشد، صدای گوشنواز داشته باشد، بازیش بسیار جالب باشد، ما اگر یگان هنرمندی کم تجربه یا جوان یا صدایش ناموافق را بگیریم حتما به بیننده پسند نمی شود. برای دوبلاژ یک فیلم که آن از ترجمه تا آوازدهی و تنظیم را در بر میگیرد 5-6 روز صرف می شده است. البته پس از این فیلم آماده می گردد که از لحاظ دوبلاژ صفتاً خوب و دیدنی است. در چنین شکل روزهای نزدیک تماشابینان تلویزیونی سفینه فیلم روزی مهنت را تماشا خواهند کرد. که مرد نیست شاید دشوار باشد.